الو. الو سلام علیکم. و علیکم سلام. یک سوال دارم بیروز. خب امروز شما میگین که تاجیکستان عموما تغییر نکرد در دوام 28 سال درست؟ خب اگر با چشم دل نگاه کنی با چشم شما نه امروز این کار کرده میتونی که تاجیکستان امروز پیش نرفته است؟ میتونم. من گپ خطت بر زیدی گپ میزنم. سیوز 70 سال جون کند نتونست که گیسی روغن سازد. تاجیکستان امروز ساخت. سیوز 70 سال جون کند بستو 70 سال آورده در سیوز مردم گپ زده. کدام سال برنامه ریزی شد؟ هر روز میشنوم. گیسی روغن کدام سال برنامه ریزی شد؟ سیوز نتونی ساختن. کدام سال برنامه روغن کشیده شد تعریزی شد؟ کدام سال شروع کار شد؟ سال 70 علاقه برنامهش تعریزی شده. کدام سال شروع که 70 دروغ میگوی؟ 70 نیست. یگون تا تونل تاجیکستان دا سیوز ساختن نتونست. از کدام پل امروز روغن ساخته برای ما بگو؟ سرمایه مردم تاجیکستان ساختش. آیفون دی شما نساخته است. تاجیکستان ساختش. پرزیدنت تاجیکستان ساخته. من شهروند جمهوری تاجیکستان سهمیه دارم. اون برادر دیگه سهمیه دارم. میفهمی 200 میلیون دلار گرفتن حسن کمپانی هواپیما ازبکستان سهمیه بخره. 200 میلیون مردم گرفتن حسن کمپانی هواپیما راحت کردن تو برادر روغن. کدام روغن؟ تو خونه میسازی ایسا بی همسایت میسازی یا ایسا بی خودت فرزندت. مردم اونه که سهمیه خرید وای فرزند ملت است وای دوستاری ملت است. برای چی برای اون در مرا ملت ساخته بوده است؟ مرا گوش کن. نه من خودت سوال نیستم. پس برای چی؟ بس آدمای ساخته خودت در پشت استودیوت میشنونی چی با گپای عمرت با 6 دقیقه گوش میکنی. یک نفر گپی آقا سوال تو اول سوال ما را جواب ده. سوال ما را جواب ده. تو خودت دمی قدر هستی برای ملت خودت یک نقطه یاردم کردگی هستی؟ برای ملت خودت یک درخت شنوندگی هستی؟ جواب بتیم. خود جواب بده. چی خدمت کردی؟ غیر تهمت کردن، غیر اغوا انداختن، غیر همون گوشی سر کردن. خوب گوش کن. قطع نکن. گوش کن. گوش میکنی؟ ما گوشت کرده سم. بعد که من گپم تمام شد بعد تو گپ زن گپی منو تحلیل کن. نیاز گوش کن. سوال دیگه دا میگذاریم. من تا امروز سوال من از اول من فکر تمام کنم که تو وقتی من کردم. جواب میتونم. بست. من تا امروز وقتی مرا زیاد کن مایلش گفتم. من تا امروز شاید برای مردم یگان خدمت شاید نکرده باشم. قبول میکنم. عموما نکرده. اینا میگم خدمت خیرسانه تو مردم جان دختر. سال 91 ما برگشتن. عقلی گوش کردن داری یا که نه؟ عقل داری که گوش کنی؟ تو عقلی صدای مردم گوش کردن داری یا که خودت صدای مردم نیستی؟ میفهمی؟ تو دیروز مردم ابرومدی تحقیر بزن و مادراشون کردی. گیجا دعوای مردم کردی. مرا گوش کن. ما تحقیر نکردم. نبودی که گفتی زنهای شما هم در مهاجرت تو تحقیر کردی. من درست گفتم که مرا گوش کن. یا هی نیست. تو یک ابله‌ترین انسان هستی که مقصدت مرا گوش کن. تو اول این سوال مرا جواب ده که این قدر برنامه میکنی کدام حساب میکنی؟ تو یگان بیزنسمن هستی؟ یگان چی هستی؟ سپانسر وقت میکنن برای مردم جنگ دختن. فهمیدی غلومی حلقه برگوشی نمی خارجی ها چی دگی تو یک وطن فروشی، تو یک ملت فروشی، تو یک مادر فروشی. همین گفته اثبات کن. فهمید تو اثبات کن که کدام حساب برنامه میکنی. ما اثبات اگر که ما اثبات کردم تو مردونه اثبات میکنی. تو اثبات کن که کدام حساب برنامه میکنی. زبان داری؟ قسم داری؟ قسم نخور که تو مسلمان بودن تا ما باور نمیکنم. تو احمق نه انسانیت هم میفهمی نه آداب معاشرت داری نه فکر میکنی آواز غوض کنی. من ایت میترسم. قسم به خدا 7 پشت نمیترسم. فهمیدی؟ اگر تو بر این احمقش سطح دیگه در مقابلم بلند شوه باز هم نمیترسم. چی میگه این؟
تو از کدام حساب پول میگیری؟ چیکار میکنی؟ چیکار نمیکنی؟ میگه که شاعر میگه که مرا مادر در این دنیا برای سربلندی زاید. نفهمین؟ برای این همه کسایی که من میدونم شما کی هستین آوازاتون غوص میکنین، فکر میکنین که باید ترسونین، میگه مرا مادر در این دنیا برای سربلندی زاد. سرم از تن رود اما سخن مردانه میگویم. میفهمی؟ سرم از تن رود اما سخن مردانه میگویم. تو دیروز برآمدی مردم تحقیر کردی، امروز برآمدی راغون میگی. تو احمق. خودت گفتی که راغون مردم ساخت. مردم زمان ساخت چرا راغون آوردین در آغوش رحمانوف پرتافتین؟ چرا فراموش کردین ایده که راغون گفتین روز تابگر رحمانوف در تلویزیونتان نشان دادین؟ فراموش کردین؟ فراموش کردین آن هزارها میلیون ها سامانی مردم امروز در زندانن یک گروهش. چی میگی؟ تو مرا گوش کن. او گبزنی تا برد در پدولی امنیت گبزه احمد.